آی حاجی بالاخره زنم رو طلاق دادم، یه پک راحت میتونم بزنم. وای پولا رو بریز تو چیز تو کیسه. حاج آقا داری چی کار همین که میکنی؟ گفتم پولا رو بریز تو کیسه و پارت میکنم چی؟ من چاقو دارم. شما کی؟ شما کی؟ تو اومدی من میپرسی چیکار داری میکنی؟ باشه چیکار داری میکنی؟ به نظرت کسی که چاقو داره پول میخواد چیه؟ نظری میخواد. قرنستار اولش کلا نگاه کن زمخت وایستاده یه جا یه مدلی هم نگاه میکنه انگار دعوا میکنه. گم شو بابا. اصلا میدونی چیه؟ کال آف دیوتی مدل وارفه علی حاجی what the fuck. سفر تو کو حاجی الان همش رو بزنیم؟ آی قرنستار اولش حاجی لیوان رو میذاره بعد پرت کنم تو صورتشون. اجازه میای؟ به نظرت اون آقای درد داره اگه یا بزنه؟ اول از داداش من نوکر هیک ای ریدم دهنت مردی. ای آقا سلام. سلام زنمونو سلام تو داری تغییر چهره میدی؟ دامه تنه چهره میدی اتفاقا شاش توش بود. ای حاجی فانوس بیا ببینم کونتو میتونم روشن کنم انقدر بیا سیاهی. ببینیم کونم چرا که ولش صافت. دیگه نمیشه جمعش اون چرا خورد؟ من تو رو خواستم بزن. نزد شبیه صدام این چرا؟ حاجی اره پیدا کردم. اوه وایسا از این شیهای داغ. حاجی این بازی یکم زیادی خشنه. میری وسط جمع همه رو یه دونه مش میزنه همه میان تو رو. خب بعد که چی؟ گنگ بنگ دوست داری؟ بعد وایستا بعد میای اینوری‌تر دوباره همه رو یه سری مشت دیگه میزنی بعد میگه های هرو دادا ای بابا خوردم که بتمن. یه منطقی باشیم بعد از اینکه خار همه رو میبرنمون زندان. Welcome to the Gulag. برادر زندان افتادیم. دوباره تغییر تو هم چهره داری اینجایی میدی که سیاسفید داری. آفتاب پرست چرا سیاه هم تو سفیدی؟ من سیاه هم تو آقا سفید. اگه من بخوام الان با این وارد رابطه بشم بچه‌مو توصی میشه. آقا راست دفعه قبلی تو باره تو فهمیدی چی شد؟ من یه صندلی آوردن کردن توم اونو بذار آروم زمین دنبال من. داشت آروم بزنیم زن. آروم به هیچ کس نخور. از دست آوردی ببریم آروم بیا اینجا ببینیم اینجا نه یا اینجا یوتیوب لیمیت میزنم. بیا اوکی. اونو جنازش یه کاری بکنه جی. یه نکته یه راجع به درختای توت میدونستی؟ همراه با برگش توت میکنه. ها یعنی وقتی برگ میده توت میکنه. حاجی شوکه پیدا کرد. بیا تو هموم اینا همه سیاهن. نه فرار من تو زندونم مردم. آقا ببین دفعه قبلی که نشد ولی بیا این دفعه یه یارو موضوع گنده اون طرفه اینجا طرف قمه داره اوکی با دست با من حرف نزن. دیگه باشه با دست حرف اون نزن. قمه یه رو اگه بزنی چیز میشه همه رو دیگه قمه حله بله چرا زدی؟ برگرد تا کورمون نداشتم بیا در اینقدر شلوغه الان اگه بخوام رچیم 3 تا میره تومون چاقو مسواک. آره مسواک بهترین وسیله فایده. چوب یکی از این پلیسا رو گرفتم دست اونم چوب پلاستیک آهن چیه؟ منطقیه. چوب شب نایت استیک. آها بله درست میگم. یا اول یه چوب شب بود دیدم سیاه بود. راه میره. ترسناکی که اینجاست اینه که دیگه نمیتونم ببینمش. بیا اینجا بیا باید بریم سراغ اون یارو. نکن پلیس سیاه. ای یارو نقطه دیگه کمک. شاتگان پیدا کردم. وایسا این دکمه چیه؟ یه مشکلی هست من یه نفر که لخت بود و با دیتیل آجی یه دکمه بود نوشته بود سیکیوریتی زدم دکمه شو. مریض آجی یه یا گنده کمک بمیر. یا بالا کمک دارم میام فقط بیار. رفتم من این برم اینجا کامل. بیا ببین من این گارده رو میزنم تو کسی که بابا تو رو بزن. دارم همه رو ورودی بازه برات. گانو پرت کن بر من. چجوری پرت کنه با اف بود. بیا دستمه بیا بزنش یا عزیزت کرایست مقدس یا علی ماشاءالله. شاتگان کو شاتگان کو شوکر توت. اصلا متوجه شدی قمه یه رو زدی؟ قمه یه رو زدم؟ من کی؟ شهید راه وطن کجای ما؟ بچه‌ها دیدن ما خیلی خرزوریم ما رو آوردن آرنا گفتن یا بگا یا میگان. یه چی بردار بزن. شواهدات که میگه دارن میگن. بسوزون آقا یواش.
چنل من چنل تو نیست. آها منطقی بود، راست میگی. من نباید تو چنل ها فشار کنم که رفیقم و یهودیای مادر چیزی کشتن و من الان دارم میخواد با خانواده طرف کارخونه صابون درست کنم. اینو نگاه کن. دیگه قرار نیست نگاه کنم. دیگه نگاه نکن، لیمیت میخوریم. بعدی چیه؟ اوه دزدان فضایی. قرار گنگ بنگ همه سیاهن. فرار کن، همه میخوام ما رو بزنن. فرار کن. اپوش اپوش اپوش. خاموش نه نکنه با همون بزن. این فکر کنم زنده است. آره زنده بود دیگه نیست. اینا رو نگاه کن، اینا بالاشون یه علامت سبزه، میدونی یعنی چی؟ یعنی باید محکم‌تر بزنی. قرار بود فرنده باشن کساب. دیگه نیستن. بچه های مایک تایسون هن اینا؟ کجا رو تا حالا هم یکی سوزوندی هم. نه سوخت متاسفانه. بزن دورش کن، بزن مفری. دیگه ببین نگاه کن، مفتو میبرن. حالا چه بخواد بچه باشه با بند ببرنش. به تبریک میگم این دفعه دیگه واقعا قرار واقعا میگه 5 بوکس داشتیم. علی نمیشد با هم جفتک میرفتی تو اون یارو که کاتانا داره؟ نه اینجا نگاه کن. وایسا بیا قوطی مشروب همیشه آدم میشه کشت. آجی با پولم میشه آدم کشت. وایسا اینه که کاتانا داره رو بزنیم حالا. یارو نانچیکو داره. آی مردم. درد داشت. گوه خوردم. اون نانچیکو داره رو بزنی حله. آها نانچیکو یه جا دیگه است ولی تو داری اونو میزنی. چه صفت انتره کاتانا نمقه بیشورت ایناموس مردم. باز سرسیشونو زدیم. باز سرسیشونو زدیم. خودشون نتونست آدمشون نتونستی بزنیم. بچه‌ها مرسی که ویدیو دیدین. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. FPS هم داره میمیره تو منو اینجا نمیدونم چشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. کلاس درس و تا از کلاس درس بدم میاد. و تا ویدیو بعدی خداحافظ. چرا؟